بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما و همه بینندگان عزیز. اما قسمی که برای همه هموطنان ما معلوم است، وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث به عنوان یک نهاد هماهنگ کننده و بسیج منابع در امر رسیدگی به حوادث فعالیت میکنه. ما در حوزه‌های مختلفی از مدیریت حوادث مسئولیت داریم. شما میدانید که فهرست به گونه کلان فهرست حوادث به 3 کاتگوری تقسیم بندی میشه: حوادث طبیعی، حوادث غیر طبیعی و حوادث بیولوژیکی. در حوادث طبیعی به صورت نرمال ما شاهد خشکسالی، سیلاب‌ها، زلزله، لغزش زمین، برف‌کوچ‌ها هستیم. حالا در گذشته تنها این فهرست رقمش به مو برف‌کوچ و سیلاب‌ها و خشکسالی خلاصه میشد، اما متاسفانه در این اواخر در این فهرست افزایش پیدا کرده که ما شاهد طوفان‌های ریگی هستیم و در این حال شاهد لغزش زمین بیشتر هستیم در کنار زلزله. اینا از حوادثی است که میزان آسیب پذیری مردم را متاسفانه بیشتر ساخته در سراسر کشور. اما قسمی که شما میدانین افغانستان در کنار از اینکه یک جغرافیای حادثه خیز است، شدیداً در برابر حادثه آسیب پذیر هم هست، چون برخی ولایات ما کوهستانی هست. دلیل کوهستانی بودن خودش آسیب پذیری را بیشتر میسازه. برخی هم در کنار رودخانه ها هست، اینا میزان آسیب پذیری را بیشتر میسازه. و در این حال ما در برخی جاها از اثر زلزله مثل بدخشان بیشترین آسیب پذیری را داریم. فرق میکنه، در برخی ولایات از یک یا چندین نوع از حادثه بیشتر آسیب پذیر هستیم، در برخی ولایات تنها از یک نوع حادثه بیشتر آسیب پذیر هستیم. در این اواخر هم شما شاهد سیلاب‌های روز چهارشنبه گذشته، سیلاب مدهش را در ولایت نورستان در قریه میردیش ولسوالی کامدیش بودیم که متاسفانه تاکنون گزارش را داره که داریم میزان تلفات یا شهدای ما به 113 تن متاسفانه رسیده که 48 جسد دفن شد و 58 جسد دیگه هم به شفاخانه انتقال شده و هنوز هم 110 تن دیگر ما هموطنان ما لادرک هست. تیمای جستجو و نجات که از ریاست محترم سرمیاشت به ساحه اعزام شدن 5 تیم در صدد جستجو نجات و کسایی که گیر ماندن در آورها هستند. و به همین ترتیب از حوادث غیر طبیعی که جنگ ها را شما شاهدش هستین در ولایات مختلف سبب بیجا شده ها شدن. متاسفانه در این اواخر از آغاز ماه جوزای سال جاری ما شاهد جنگ ها در 25 ولایت کشور بودیم، به ویژه ولایات شمال و شمال شرق که بیشترین بیجا شده ها را در شمال شرق در تخار و کندوز داشتیم، به ترتیب بغلان و بدخشان. در شمال افغانستان فاریاب بیشترین بیجا شده را ناشی از جنگ از ولسوالی مختلف در مرکز شهر داشتیم و داریم هنوز هم. در مزار شریف به همین ترتیب جوزجان، سرپل، سمنگان هم بیجا شده را داریم. به حوزه غرب در هرات بیشترین بیجا شده را داریم. به بادغیس و غور هم هست. به همین ترتیب ولایات مرکزی مثل بامیان، پروان و میدان وردک هم بیجا شده را داریم. در شرق هم ننگرهار و لغمان، نورستان، کنر، پکتیکا هم شاید متاسفانه بیجا شده ناشی از جنگ هستیم. یعنی میزان بیجا شده تنها در امی 2 ماهی که گذشت آمارشان به نزدیک به 50,000 خانواده میرسه که یعنی بیش از 250,000 نفر میشه که در نتیجه جنگ ها آواره شدن و بیجا شدن از خانه و کاشانهایشان. اینا برخشان در خانه اقارب و دوستانشان در شهرها جابجا شدن، برخی ها هم در خودشان خانه به کرایه گرفتن حداقل امکاناتی که داشتن و برخی ها در کمپ های موقتی که از طرف ریاست های مبارزه با حوادث در هماهنگی با وزارت محترم مهاجرین، ریاست های مهاجرین ولایات و همچنان اعضای کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث سرپناه موقت ایجاد شد جابجا شدن و به همین ترتیب مکاتب هم که در وضعیت جنگی فعال نیست ما در مکاتب جابجایشان کردیم و غذای طبخ شده براشان فراهم ساختیم، مواد غذایی و غیر غذایی، پول نقد براشون از طریق مؤسساتی که هماهنگ هستند با ما توزیع شد. نزدیک به 40,000 خانواده از جمع 50,000 خانواده بیجا شده مورد پوشش کمک‌های وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث قرار گرفته تا اکنون و تلاش داریم به تمامی و کسایی که هم در خانه‌های اقارب و دوستانشان جابجا شدن اونا هم مورد سروی قرار بگیرن، کمک‌ها برشان انجام شوند. همین اکنون در کابل روند سروی و توزیع کمک‌های ما برای بیجا شده ناشی از جنگ از ولایت تخار به کابل آمدن، کندوز، از سایر ولایات، بغلان، فاریاب، به اینا
کمک های غذایی لازم را در حال توزیع هستیم تا برشان رسیدگی به موقع و آنی صورت بگیره. همچنان شما شاید خشکسالی هم هستین. متاسفانه که امسال خشکسالی هم یک زنگ خطر برای هموطنان ما، برای کشور ما بود که ما بر مبنای از آمادگی لازم را اتخاذ کردیم. پلان مدیریت خشکسالی را آماده کردیم که نزدیک به بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی هزینه تطبیق پلان در نظر گرفته شد و هفته‌های گذشته شما شاهد بودین، چند هفته قبل که ما از طریق وزارت محترم مالیه تحت رهبری معاون صاحب اول ریاست جمهوری که در رأس کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث قرار دارند، مبنی بر هدایت جلالت مآب رئیس جمهور، وزارت محترم مالیه درخواست کمک را در حضور وزیر صاحب دولت در امور رسیدگی به حوادث در مرکز رسانه‌های حکومت از جامعه جهانی، از کشورهای کمک کننده داشتند که حداقل همی هزینه‌ای در نظر گرفته شده برای تطبیق پلان خشکسالی از سوی کشورهای کمک کننده و جامعه جهانی برای ما تعهد شود که خوشبختانه بانک جهانی در این قسمت تعهد بیشتر داده و بقیه کشورهای کمک کننده هم متعهد هستند و انشالله که پلان هم به گونه آنچنانی که توقع میره تطبیق خواهد شد. و در این حال ما امسال متاسفانه نزدیک به 1 میلیون متریک تن گندم کسر داریم که کاهش پیدا کرده. خودش یک نگرانی دیگر برای خشکسالی افزود کرده. به می ترتیب کووید 19 یا کووید 19 هم ویروس کرونا ای خودش سبب نگرانی بیشتر برای هموطنان ما شده که در کل از انواع حوادث بیایم ما صحبت بکنیم. میزان فقر و عدم مسئولیت غذایی را در کشور ما بیشتر ساخته که بالای 10 میلیون انسان یعنی در یک وضعیت زندگی میکنن در کشور که اونا در عدم مسئولیت غذایی هستند که بخش زیادی از این از اثر همین حوادث طبیعی و غیر طبیعی جنگ‌های داخلی هست که متاسفانه شاهد هستیم. تلاش مشترک که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث با سایر شرکای کاری هم نهادهای حکومتی و غیر حکومتی همی هست که ما برای هموطنان ما در هر گوشه و کنار کشور به موقع رسیدگی بکنیم و جان هر هموطن ما را از مرگ و از خطر نجات بدیم. و تا کنون ما برای بسیار از بیجا شده‌های ما کمپ‌های موقت ایجاد کردیم. قسمی که در اول مطرح کردم، امیدوار هستیم که وضعیت بهبود پیدا بکنه و دوباره اینا به مناطق اصلیشان بازگشت پیدا بکنن و طبعا که مسئولیت بازگشت هم از طریق کمیته ولایتی مبارزه با حوادث است، چون هموطنان ما بیجا شدن، ممکن امکانات و فرصت‌های لازم را در اختیار ندارند تا به مناطق اصلیشان برگشت بکنن و در قسمت برگشتشان هم ما همکار هستیم. اول امیدواری را داریم که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قهرمانانه می جنگن و بتانیم که پس وضعیت را به گونه عادی بر بگردانیم و خدای نخواسته به این احتمال هم که وجود داره آمادگی داریم که اگر جنگا شدت پیدا میکنه از این هم میزان بیجا شده از 250,000 نفر بیشتر میشه. ما در هماهنگی با سایر نهادها و شرکای کاری ما پلان اضطراری در اختیار داریم، پلان مدیریت حوادث داریم سالانه بر اساس او پلان که انعطاف پذیری در پلان ما وجود داره. طبعا پلان تمدید شد و تجدید نظر شد رویش که ما بتونیم بیجا شده را بیشتر افزایش بدیم. در قسمت پاسخگویی ما مواد غذایی و غیر غذایی، پول نقد همه شامل میشه، آب آشامیدنی، کمپ‌های موقت. نهادهای بین‌المللی به این قسمت با ما همکار هستند. دفتر محترم IOM یعنی سازمان بین‌المللی مهاجرت در افغانستان، سازمان جهانی غذا، اینا با ما همکار هستند تا بتونیم همین سهولت‌های لازم را برای بیجا شده فراهم بسازیم. از 250,000 نفر که بیشتر بیجا شده داریم، به اینا ما برای 90% از اینا کمک رسانی صورت گرفت. آنچه که در اول هم مطرح کردم، ضروریات اساسیشان مثل غذای طبخ شده است، آب آشامیدنی هست، لوازم مخصوص خانم‌ها هست، لوازم البسه اطفال است، کیت‌های صحی است، کیت آشپزخانه است. کسایی که هیچ امکانات ندارن در جاده‌ها به سر میبرن، در خیمه‌ها به سر میبرن، به اونا بسته‌های مشخص، پکیج‌های مشخص است، پکیج‌های غذایی 7 قلمه است، پکیج‌های غیر غذایی از 7 قلم الی 15 قلمه هست. همه از اینا منظم، معیاری از توسط کمیته ولایتی مبارزه با حوادث که ما ریاست‌های ما در ولایات سکرتریات کمیته را به عهده دارن که در رأس کمیته والی صاحبا قرار دارن و بقیه شرکای کاری در هماهنگی با ما پیش میرن و اکثر تیمای سروی، تیمای توزیع را ریاست‌های مبارزه با حوادث رهبری میکنن تا این کمک‌ها با موقع
و آنی برای کسایی که متضرر هستن بیجا شده هستن توضیح شود که کار قطعا صورت گرفته و متحد برای آینده از هم هستیم که کمک رسانی بکنیم. خب متاسفانه وضعیتی است که جنگ ها بیشتر در اولوسولیا شدت پیدا کرد. از اولوسولیا در بزرگ شهرها و در شهرها در مراکز ولایات بیجا شده آمدن و حالا در برخی ولایات شما شاهد هستید مثل هرات، تخار، کندوز، بغلان جنگ در حومه‌های شهر آمده و بیجا شده که از اولوسولیا هم در مرکز شهرها بودن، اینا دوباره بیجا شدن از اون محل هم به کسایی که امکانات حداقلی داشتن به مرکز و پایتخت آمدن. یعنی وضعیتشان به گونه بوده که فشار هم روحی سرشان آمد، هم امکانات محدود بود و از یک سو در برخی ولایات شما شاهد بودین که حتی کارمندای حکومتی به چالش مواجه شدن، کارمندایی که کمک‌های بشردوستانه را انجام میدادن. تنها در برخی ولایات ما شاهد ازی بودیم که 2 یا 3 ریاست رئیسایشان که همکارشان فعالیت می‌کردن، بقیه همه ایشان بیجا شدن، از خانه‌هایشان بیرون شدن، از ولایتشان آمدن به مرکز پایتخت. اینا دیگه هم شرایط کمک رسانی را برای ما محدود ساخت. اما بحثی را که بیشتر هموطنان ما صدا بلند میکنن که شفافیت در نظر گرفته نشده در توزیع، قطعا وقتی که تیم کم میشه، محدود میشه، فضا قید میشه و این طبیعی است که ما با 5 نفر و 10 نفر تیمی که در هر ولایت 10,000 خانواده بیجا شده را داشته باشیم به چالش مواجه میشیم. کمک ها با آنچه را که توقع دارن به موقع رسیدگی نمیشه، چون از ظرفیت 10 نفر نیست که برای 10,000 نفر در 24 ساعت کمک بکنن. طبعا ما از جامعه مدنی کمک گرفتیم، از کسایی که اهل خبره بودن در مناطق از اونا کمک میگیریم تا می کمک ها به موقع برای مردم برسه و نیاز اولیه مرفوع شود. به این خاطر نگرانی ها هنوز هم وجود داره که ما اگر خدای نخواسته جنگ شدتش در مراکز شهرها بیشتر میشه، بیجا شده در مرکز در پایتخت میه، روی از این آمادگی داریم که در دروازهای مختلف شهر کابل توسط نیروی امنیتی ما تثبیت بکنیم، بیجا شده را سروی بکنیم و اگر کسایی که اینجا جای اقارب و دوستان خانواده‌هایشان هست میتونن برن و کسایی که هیچ جایی و هیچ فرصت برای زندگی در کابل ندارن ما برشان کمپای موقت ایجاد کردیم. در کابل میمانخانه وزارت محترم اقوام قبایل در اختیار خود گرفتیم که برای بیجا شده فراهم ساختیم. هم اکنون برخی بیجا شده اونجا زندگی میکنن. بیجا شده ولسوالی مالستان در کابل در بر منطقه برچی داریم که ما کمک‌های ما همین لحظه که با شما صحبت میکنم در روزها در حال توزیع هست. اما قسمی که در جریان هستند در سطح کشور کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث وجود داره که در رأس از او منصب اول ریاست جمهوری قرار دارن. سکرتریت کمیسیون را وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث پیش میبره. 19 ادارات حکومتی جمع وزارتخانه اعضای کمیسیون هستند. نهادهای بی‌طرف مثل سرمیاشت عضویت دارن و مؤسسات ملی و بین‌المللی که در افغانستان فعالیت میکنن، یعنی در واقع در کمیسیون اینا حضور پیدا میکنن در جلساتشان تا پیشنهادات و نظریات جمعی گرفته شود و کمک ها به موقع و پاسخدهی به موقع برای هموطنان ما به کسایی که نیازمند هستند از سر حوادث متضرر شدن یا بیجا شدن کمک رسانی صورت بگیره. به او خاطر یعنی یک چتر هماهنگی وجود داره و ما چون سکرتریت را به عهده داریم، اوچا هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در افغانستان، دفتر محترم کمک‌های بشردوستانه، اینا با ما هماهنگ هستن. همون نقشی را که ما در چارچوب حکومت افغانستان داریم هماهنگ کننده هستیم، اونا در سازمان ملل متحد هماهنگ هستن. دو نهاد هماهنگ کننده با هم در ارتباط هستیم. وقتی که ما شاهد یک حادثه می باشیم در یک ولایت، با اوچا یا دفتر هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان با اینا وصل میشیم و اونا نهادهای کمک کننده را با ما آنن معرفی میکنن. کسایی که امکانات دارن مثل IOM است، WFP است، سیو د چیلدرن است، سایر مؤسسات ملی و بین‌المللی مثل UNHCR که برای شما عرض کردم، NRC، DRC، همه این مؤسسات، داکار، در هماهنگی با هم کمک‌ها را برای هموطنان ما فراهم می‌سازیم. و سرمیاشت هم قسمی که شما در جریان هستین به عنوان یک نهاد بی‌طرف در کنار حکومت افغانستان فعالیت میکنن و برای وضعیت جنگی بیشتر ساحاتی که خطر بیشتر وجود داره برای کارمندای حکومتی اونا رسیدگی میکنن و بیشتر مواد غذایی و غیر غذایی حتی برخی اوقات توسط از اونا کمک‌های از سوی سازمان‌های بین‌المللی هم صورت میگیره، از سوی ما هم صورت میگیره. خواست ما از هموطنان ما در این وضعیتی است که حداقل در کنار اما قسمی که در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور قرار دارن، ضمن سپاسگزاری ازشان توقع میکنیم که در کنار نهادهای کمک‌های بشردوستانه مثل کمیته ولایتی مبارزه با حوادث در یک چنین شرایط
در کنارشان باشند و در قسمت سروی و توزیع مواد غذایی برای بیجا شده و برای متضررین نقش خود ایفا بکنند تا اینکه همون شفافیتی را که هموطنان ما از ما توقع داره در یک چنین شرایط تامین شود.